وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگاور در راههای جمهوری خبر داد. بنا به این منبع شب 12 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 23:00 راننده افت تمغه مرسدس بنز خسرو ایدمت سال تولدش 1992 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود نویه جبو رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت کنار راه برخورده است. در نتیجه خود راننده خسرو ایدمت جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. از اول هفته جاری وزارت کارهای داخلی الکی درباره هلاکت دست کم 5 نفر در صدمه‌های نقلیاتی خبر داد. 4 صدمه قبلی روز 11 اپریل رخ داده بود. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه، همچنین راه‌ها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگاور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود. از جانب کارمندان میلیشیا شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت معاین کرده شد که اول ماه‌های مارس سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از استراحتگاه کودکانه لولا واقع در حدود جماعت دهات رامیت دهه پایاناب در آمده از آنجا یک عدد موتور آبکشی و محصولات ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 32270 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 31 ساله ساکن شهر وحدت و نابالغ 17 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسپیتامین نسبت مرد 63 ساله ساکن نویه مذکور که پیش با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نامبرده سال 2017 با روی فریب به باوری مرد 63 ساله ساکن نویه ذکر گردیده در آمده با بهانه فرزندش را از ادای جزا آزاد نمودن $3500 امریکایی و 9850 سامانی گرفته به احتیاجات خودش صرف نموده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.